میگن فلسفه از یونان آغاز شد. ما همینجا ادعا داریم که نه خیر، از ایران هم آغاز شد. غربی‌ها نمیخوان اینو قبول کنن، میگن نه خیر، زادگاه فلسفه یونانه. نه خیر، بنده میگم ایرانه و دلایل میارم که افلاطون تحت تأثیر حکمت ایران باستان بوده. دلایل قطعی از خود اروپاییان میارم. بله بوده. حالا ما خودمون نمیخوایم ایران خودمون رو تحویل بگیریم، خب چیکار کنیم؟ ما دوست نداریم. غربی‌ها سابقه خودشون رو دوست دارن، حفظم کردن. تمام غرب از یونان باستان میگیره تا حالا. ما نه، ما دیگه قبل از اسلام ما میخوایم به فراموشی بسپاریم و الاسلام یجب و ما قبل از این حدیثا هم جهل میکنیم، دروغ میخونیم و میگیم قبل از اسلام هیچ خبری نبوده. نه خیر، خیلی خبر بوده، خیلی خبر بوده. ما الان ببین، ما در مقابل عربا قرار نگرفتیم، ما در مقابل اروپایی‌ها که میگن همه اقوام بربر بودند، ما رو بربر نمیدونن، یونانی‌ها آدم بودند. ما در مقابل اونها حرف داریم. اون وقتی شما سایر اروپا، حالا یونان نمیگم، در توحش به سر میبردن، ما کوروش داریم و منشور حقوق بشر. این منشور زنده است، دروغ نمیگم. و عربا کجا بودن؟ در جاهلیت به سر بردن. ما کوروش داریم و منشور حقوق بشر. منم کوروش، شاه جهان، شاه دادگر، پسر کمبوجیه. آنگاه که بدون جنگ و پیکار به بابل در آمدم، همه مردم مرا با شادمانی پذیرفتند. نگذاشتم رنج و آزاری به مردم این سرزمین وارد آید. من بردهداری را برانداختم. فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود